کلاه منگوله‌ای‌ها. این داستان نگهداری از حیوانات. وای اوه دیگه صبرم تموم شده، میخوام هر چی زودتر ببینمش. منم همینطور. خودم هم منتظرم. کجاست؟ چرا نمیارنش؟ بیا اوین، اینم دوست جدیدت. میخوای اسمشو چی بذاری؟ صداش میکنم هنایی. سلام هنایی. سلام. انگار هنایی از خونه جدیدش خوشش اومده. داره دنبال چی میگرده؟ نکنه این ور و ور نگاه میکنه که ما رو ببینه. آره شاید دنبال من میگرده. میگم نکنه چون ماهی دیگه این پیشش نیست احساس تنهایی. نمیدونم. کلا منگوله‌ای عزیز برگردین سر جاتون. آره نمیشد بمونی. اوئن و کلاه منگوله‌ای‌ها از ماهی کوچولوی هنایی خوششون اومد، ولی نمیدونم خبر دارن که مراقبت از حیوانای زبون بسته راه و روشی داره. اوگی داری چی میپزی؟ کیک گردویی. آخ جون من عاشق کیک گردوییم. حالا میخوام برش گردونم. باشی رقم که میخوام بندازمش بالا. ای وای چقدر بد شد. چسبید به سقف. خب اوگی دفعه دیگه اینقدر محکم پرتش نکن. باشه میرم یکی دیگه درست میکنم. وای این تخمه مرغ چقدر عجیب و غریبه. ظاهرش با بقیه خیلی فرق داره. انگار میخواد دستش یه جوجه در بیاد. یعنی قراره صاحب یه جوجه نازنازی بشی؟ همیشه میگفتی باشه جوجه کوچولو بابا داشتی. بعد از یه جوجم که کاری نداره. باید بذارم چه جایی گرم که براش خوب باشه، اونجوری زودتر بیاد بیرون. اینجا هم گرمه هم نرمه. وای این که جوجه نیست. یعنی چیه؟ به نظرم یه بچه اشتها. بابا بچه اشتها؟ آخه چرا تخمه اجداد شبده تخمه مرغای من بود؟ آگی خیال کرد تو مادرشی اومد تو بغلت. دلم بدش به من. نباید این کارو بکنی. این لباس خواب نوی منه. چرا سر دلم داد میزنی؟ ببین چه برای سر لباس خواب من آورد. فقط 4 روزه اینجاست. همه چیمونو جویده و خورده. خب دوست داره با همه چی بازی کنه، چون داره بزرگ میشه دندوناشم تیزتر شدن. ما میخواستیم یه حیوان بیازار داشته باشیم نه دستگاه پارچه خورد کنی. بگو ببینم به اژدها چی میدی بخوره آگی؟ باید یه چیزی بدم بخوره. کی گفته بهش غذا بدی؟ من که نشیدم. چرا لامپای اضافه‌مون نیستن؟ ما که یه عالم لامپ داریم. چه کار خطرناکی. معلوم شد بقیه‌شون هم کجا. حیوان بیچاره حتما خیلی گشنشه. آگی بهش چیزی نمیداده بخوره. مگه دلم مال تو نیست آگی؟ پس باید بهش غذا بدی و همیشه مراقبش باشی. حالا یه اژدها غیر از لام دیگه چی میخوره؟ این لباس خواب من نو بود. خب پس یه اژدها لباس خواب میخوره و لام. خیلی سخت شد، اینجوری که نمیشه. چی شده؟ داشتم به دلون پرواز کردن رو یاد میدادم. آخه یه اژدها باید بتونه پرواز کنه. آگی دلون داره خیلی بزرگ میشه. تو یه عالم زغال سنگ خورده، دارم مرتب بهش زغال سنگ میدم. آفرین پسر خوب. زود باش دلو، بالهاتو به هم بزن و پرواز کن. کارت حرف نداره. همه چی رو به هم ریخت. اینجوری قابل تحمل نیست. خیلی ببخشید آگی دیگه
نمیتونیم دلونو پیش خودمون نگه داریم، داره خیلی بزرگ میشه. قول میدم تربیتش کنم، بهش میگم بره تو حیاط بمونه، دیگه اینطوری نمیشه. وای نه، از دهنش هم تا آتیش میزنه بیرون. حالا باید چی کار کنیم؟ لازمه یه چیزایی رو ببینیم. پس بیاین از دریچه من نگاه کنید. معلومه جایی که براشون درست کردن خیلی راحته، خیلی هم تمیزه. بله بابین، تدارک محل نگهداری مناسب برای هر حیوان و تمیز نگه داشتنش اهمیت زیادی داره. نگاه کنین چه موشه خوشگلیه. به نظر شما این دختر کوچولو از این موشه خوشش اومده؟ وای انگار اینا دوستای حنایی خودمونن. من که میگم دختر کوچولو یکی از اینا رو میخره. راست بگی بابی، ببین چقدر خوشحال شد، عاشق ماهیا شده. اگه کسی علاقه‌مند به حیوانی رو مثل ماهی تو خونه نگهداری کنه، باید یاد بگیره که چجوری از اون مراقبت کنه، جای مناسب و کافی برای نگهداریشون پیدا کنه و همیشه سیر و تمیز نگرشون داره و همچنین مواظب باشه تا اونا بیمار نشن. چه خرگوش نازی! نکته مهم، باید دقت داشت تا اونا تغذیه درست داشته باشن. باید هر روز بهشون غذا بدین، اونم به اندازه، نه خیلی کم نه خیلی زیاد. ببین آجی، نه زغال سنگ بهش میدن نه لاک. حیوانای بی زبونم مثل ما تشنه‌شون میشه. معلومه این بچه‌ها خوب میدونن چطوری باید از حیوانای مظلوم خونگی مراقبت کرد و جاشون رو تمیز و مرتب نگه داشت. نگاه کنید، هر حیوان غذای مخصوص خودش رو داره. چه خوب، این خرگوش مثل دلون سراغ لباس خواب نمیره. پیداش حسابی گشنه‌شه. حیوانام احتیاج دارن که بهشون توجه و ازشون مراقبت بشه. انگار این خرگوشم داره میاد به ما سلام کنه. هرچی باید نشونتون میدادم دادم. حالا با خودتونه که درست تصمیم بگیرید. باگی معلومه داری چی کار میکنی؟ دارم یادش میدم هر طرفی ممنعی هم بره و مطمئنم یاد میگیره. خب ما براش یه لونه ساختیم. بیا دلون، میتونی بری توش بخوابی. وای مثل این که ازش خوشیش نمید. فقط یه راه داریم. دلون باید از اینجا بره. حق با بابینه. تلاش خودمونو کردیم که طبق راهنمایی دوربین جادویی ازش مراقبت کنیم، ولی کار خیلی سختیه. بله راست میگی، اما من خیلی بهش علاقه‌مند شدم، بهش عادت کردم. این دیگه چه صداییه؟ وای نه، یه اژدهای غول‌پیکر. وای کمک! کوچولوی عزیزم، مامان. بیا برگردیم خونمون. خوب شد که مادر دلون پیداش کرد. حالا اونم خوشحاله. تازه ما که نمیتونستیم ازش مراقبت کنیم. اصلا نگهداری از حیوونا کار سختیه مگه نه؟ بله، به خصوص اگه اژدها باشه. حق با شماست، منم موافقم. حالا که اژدهامون رفت، فکر کردم بهتره که حیوان دیگه داشته باشیم. وای چقدر خوشگله. باید خیلی مراقبش باشید. یادتونه دوربین جادویی چی میگفت؟ غذای مناسب به حیوانتون بدیم، اونم نه خیلی زیاد نه خیلی کم. بهش آب بدید، لونه‌ش هم تمیز نگه داریم. مطمئنم خیلی راحت تر از نگهداری از یه اشتها. بچه‌ها اوهن داره میاد. ای کاش ما ببریم ماهی کوچولوش حنایی رو ببینیم. آره منم دلم. آخ جون داری میری. 1 2 3 تا ماهی‌ان. همه جون مطمئنم حالا خیلی خوشحالی. بچه ببین چقدر حنایی خوشحاله. آخه چند تا دوست داره که میتونه باشون بازی کنه. آره قبلش احساس تنهایی میکرد.
انگار حق با تو بود. نگاه کنید چقدر اسباب بازی دارن. یه عالم جای قایم شدن برای بازی قایم باشد دارن. بله به حسابی بهشون خوش میگذره ما. ماهیای قشنگم گشنتونه؟ بفرمایید. غذای مخصوص ماهیان. نصیحت داد نکم. هنایی دوستاش دارن کیف میکنن.